ach du Scheiße. خانم آقا رضا. خود آقا رضا. غلام رضا. هیجانش بیشتره. تکون بده. سلام دوست عزیز، امید که حالتون خوب باشه. اومدم با یه ویدیوی دیگه، این دفعه یه ویدیوی تفریحی. میخوایم بریم شهر هارت، یه جای توریستی هست توی ایالت زاکسن آنهالت که معروف ترین جای توریستی ایالت زاکسن آنهالت هستن. بعد ما هم تصمیم گرفتیم بعد از 7-8 سال برای اولین بار بریم هارت، ببینیم چجوری هستن. مردم از خیلی جای آلمان میاد اونجا. بعد دیگه الان ما هم که اینجا زندگی میکنیم گفتیم بذار بریم ببینیم چجوریه. بعد قرار کلا ویدیو بگیریم از همه جایشی، از جایی که میریم. حالا میگه یه پل معلق خیلی خوشگل داره، از اون پله و دیگه هر جای داره. خلاصه ویدیو میگیریم شما هم ببینید، مخصوصا دوستایی که توی آلمان هستن ببینن. بعد ایالت تورینگن، نمیدونم برلین، چون به اینجا هم نزدیک میشه، زیاد دور نیست، میتونن بیان اون شهر دیدن کنن، شهر هارت. پس با ما باشید تا آخر ویدیو. تازه راستی ما 3 نفریم، 3 تا ماشین هستیم، 3 تا خانواده هستیم که دیگه داریم میریم. اینجوری فکر کنم بیشتر حال می‌رسه. اگه اومدید شما با رفیقاتون بیاین. اینا رفیقام. یه دونش این ماشین هیوندای، یه دونش هم اون BMW جلویی هست که الان معلوم نیست. داریم میریم ببینیم چجوری هست.
خب دوستای عزیز رسیدیم اینجا. اسمش چی بود؟ هارت. اینجا جای پارکشه که پارک کردیم. این هم ویوی این وره که یه ویوی خیلی خوشگلی داره. حالا یه پلی اون ور داره که باید بریم ببینیم چجوریه. چون صبحونه نخورده بودیم دیگه قرار شد بیایم اینجا صبحونه بخوریم که آشپزمون هم آقای اکبری همش تخم مرغه. همش سوسیس نداری توش بندازی؟ سوسیس نداری؟ سوسیس یادمون رفت. کاش یکم سوسیس رو میوردین. بدون سوسیس این حال نمیده. به خدا بدون سوسیس حال نمیده. همش تخم مرغه. اولین سفرش. این هم اولین سفر آرن. خدا خب بیداره. داره فکر میکنم میگه اینجا کجایه. اومدیم. محترم روی دادنشون هم بفرستید. شماره حساب میدی شماره کار؟ نه روی دادنش فالو سابسکرایب لایک کامنت خوب کامنت. از طرف آقا آرن چیز داره جایزه داره. بریم ما صبحونه رو بخوریم ببینیم چی میشه. بعدش بریم بالا. جاتون خالی. جای همتون خالی. از صبحونه ما تو دل طبیعت. وسط پارکینگ. بالای کوه. خب دوستای عزیز ما اینجا رو صبحونه خوردیم. اونجا اومدیم بالا یکم پیاده‌روی بود و خیلی شلوغ بود دیگه فیلم نگرفتم. الان رسیدیم این بالا. اینجا باید تیکت بگیریم که بریم کجا؟ بریم اینجا پل خاجو. پل هارت. بعد خیلی جای باحالیه. برعکس خیلی جای آلمان اینجا مهاجر نیست، کمه یا نیست کلا نیه. همه آلمانی حالا یا خارجی چیزای از این مهاجرایی که مثل ما افغانا یا عربا هیچی نیست. جالبه برام چون معمولا هر جا میریم خیلی زیاده. بعد یه جای خیلی خفنیه دیگه. حالا بریم داخلم بریم براتون ویدیو میگیرم ببینید چجوریه. بذار تیکتش هم براتون بگیرم. تیکت میگیرم بعد براتون نشون میدم میگم که قیمت تیکتش چقدر بود که بری روی پل تا آخر رو بری و برگردی. تیکت میگیرم بهشون نشون میدم. اومدیم این ور هنوز نرفتیم روی پل. بعد از این بالا خیلی شلوغه اینجا. برای عکاسی و فیلم برداری و دیگه. جای خفنیه. حتما بیاین. پیشنهاد میکنم بهتون بیاین حتما. خیلی خفنه. انقدر خوشگله یاد افغانستان میندازن آدمو. دوستای عزیز دو تا تیکت گرفتیم برای پلی که اینجا هست. اینجا یه پلیه، پل معلق گرفتیم براش ببینیم چجوری میشه دیگه. تیکتاش هم دونه 7 یورو 50 سنت که دو تاش میشه 15 یورو. برای بچه‌هام نمیخواد. بچهای کوچیک البته.
از 6-7 سال به بالا باید تیکت بگیریم براشون. خواهیم پل رد شدیم این ور، حالا بریم بالای پل، داخل روی پل. خب این هم از روی پل، ولی به خدا تکون میخوره وقتی راه میریم. وقتی راه میریم تکون میخوره به خدا. چقدر خوشگله. یا خدا تکون میخوره به خدا، پل تکون میخوره. من فکرشو نمیکردم تکون بخوره. من فکر نمیکردم پل تکون بخوره و تکون بخوره. خیلی باحاله خدایی، چون تکون میخوره حال میده. اینجا هم قراره یه سریا بپرن. بیا ایلیا. رضا من جیغ ندارم. من روی تون گذاشتم. بعد میتونستم به شربان Ja. Richtig Spaß. Das aussieht wie ein Schaukeln, oder? خب پرنده ها قراره بپرن. هواپیما چیه؟ ایلیا حال میده؟ خیلی چیزه. پایینم ارتفاع داره، یه ترس کوچیکم داره ولی خب باحال. اومد ایدی بیم ایدی. منم میخوام. میخواد این برگردی. منم میخوام. اوه ارتفاع بیشتر شد بچه ها. نگاه کنید. ارتفاع بیشتر شد به خدا. رضا تو چرا ساکتی؟ رضا ترسیده. ایلیا فقط نترسیده. آره بس داری. اوه چه ویوی. خلاصه الان روی پل هستیم، تقریبا نصف راه هم نیومدیم. بعد اوه خیلی تکون می‌خوره. یا خدا آره یه جای خیلی خفنیه واقعا. این ور ویو رو نگاه کن. میخواستم سود بزن رفتم. اوه خیلی بالا. الان ما تقریبا وسط رسیدیم. اینجا یه دونه چی داره، میری اینجا میبندنت، اینجا پرتت میکنه پایین. بهش چی میگه؟ جمپینگ میگه؟ چی میگه؟ نمیدونم اسمش، نمیدونم نرفتیم.
Was soll ich selbst tragen? So, da geht es los für euch. 3, Ach du Scheiße. Aber geht das ab hier, du? Das ist ja eine Höhe hier. Die hängt noch, Sarah. Ich glaube, der hat sie von. اینا پریدن ای بالا پایین. برو بودو کو ایلیا. دست بابا رو بگیر. خیلی تکون بخوره به خدا، مخصوصا الان که باد اومده دیگه هیچی دیگه. زود برید چه بذار از همینجا. ارتفاع خیلیه. اوه گوشیم نزدیک بیفتم. امروز چون که روز مرده یا خودتون من که حاضرم بپرم به خدا. اینجا نه از اون بنده، نه از اون بنده که یارو پرید. نه بابا. نه رضای صابر نمیشه. دیگه این قایقام داره برای سوار شدن، دیگه اینام داره، اسمش نمیدونیم، اونام داره، دیگه همه چی داره، ولی این پله از همه باحال‌تره. اینم اینقدر رو اومدیم اینجا تا اینجا. ناس هم اینجا ملا حالا من میخوام بدوم روی از این پل. برید کنار. اول نفری که داره با بودو روی پل میاد. علی اینه بچه یکی دیدم لباس بتمن پوشیده بود، اون که الان چیز داره لباس بتمن پوشیده ولی ترسیده دستش بتمنه ولی ترسیده دستش از چیز گرفته، دستش از این میله ها گرفته نیفته. نه این بتمن فیکه، از تیمو خریده. خب دوستان عزیز داریم برمیگردیم. اینجا اومدیم چیز خاصی نبود، دوباره همین داره برمیگردیم. اصلا پولاتون هدر ندید، نیایید که اصلا هیچ چیزی نیست. ولی حال نداره. آخرش بریزید بچه ها. من که گفتم بریم. دیگه خودتون بریم، خدا وکیل خیلی حال میده.
اومدی پابوس حاجت میخوای؟ سید رضا قربانی حاجت میخوای؟ یه قفل وا کن یا یه قفل ببند. سید رضا قربانی اینو قفلن اولا اون 10 یورویی که انداختم و پس بده. نه دیگه اون 10 یورو تموم شد دیگه. عزیز ما بالای کوه بودیم اونجا اومدیم پایین و اینجا پارکینگ الان انقدر موتور اومده و انقدر هم شلوغ شده. خب ما خیلی زود اومدیم که الان داریم برمیگردیم. اینجا رو نگاه چه موتورهای خفنی. اینو فروشگاه. بعد شما مگه اومدید زود بیاین دیر نیاین ساعت 12:01 نیاین که چیزا همه جای پارک پرشه. ما اومدیم از دل خونه نشستیم پارک کردیم. یه دونه جای پارک هم برای صبحونه انتخاب کردیم. ولی هم ماشینایی که دارن میان اینجا همینجوری در بدن دنبال جای پارک هستن. آره همیشه صبح زود بیا. همیشه صبح زود. میگه که شاید میگه و بالوالدین احسانا سحرخیز باش تا کام نباشه. سحرخیز باش تا کام رو. این موتور سوارا انقدر چیز چپ چپ نگاه کن. چه موتورهای خفنی. همه با موتور اومده ها. فقط ما با البته این همه ماشین اینجا. انگار همه با موتور اومده. انگار هیچ کی با ماشین نیومده خدا. میگم یه جایی هسته که نگاه مثلا این از منشن اومده، این از نمیدونم کجا اومده، رو پلاکاش معلوم میشه، این از سازودل اومده، از گوتن اومده، از برلین اومده، برلین، از دانمارک اومده. یه جایی خفنه دیگه. همه میان از همه جای آلمان میاد. بیاین جای آلمان به خرچ اروپا واقعا ارزش رو داره. آره هارتس بودیم. هارتس تموم شد. خیلی دیگه اونجا خوش گذشت. اومدیم یه ذره‌اش هم اینجا خوش گذرونیم. خب دوستای عزیز یه جایی گیر آوردیم که یه آتش کوچیکی راه بندازیم و یه کبابی درست کنیم، یه نهاری بخوریم. اوه نزدیک بود بیفتم خدا. یه بعد لب آب، لب جوب آب و سلام. آبش سرده؟ ایلیا alles gut؟ آره دوستان عزیز اینجا آبشاره که از پایین قشنگتر معلوم میشه. ما اومدیم بالا چون پایین دیگه هیچ جایی نبود. انقدر آدم هم نشسته بود داشت کباب میکرد. اینجا جای کباب. حالا اینجوری چیزی هم نیه که جای کباب و اینا نباشه ما اینجا فقط کباب کنیم دیگه. ما اینجا جا رو انداختیم و وسایلا رو پهن کردیم و داریم میریم برای کباب دیگه. اینجا در حال آتیش کردن تا ببینیم چی میشه دیگه. این لوکیشنی که ما اومدیم اینجا، این خیابون اصلیه که باید از این بغله اونجا جای پارک داره، اینجا هم جای پارک داره. ماشین رو میتونید پارک کنید و این بغله
بغل خیابون اصلیه. بیاین بالا، بیاین بالا دیگه. اومدیم بالا دیگه. اینجا کلی جای چیز داره، جای نشستن داره، جای کباب داره. این هم آبشارش که آلوچیق چند تا اینجام داره، اینجام داره، میتونید بشینید. اینجام داره آلوچیق. ما اون بالا ما بذار بگم کجاییم از اینجا. ما اون بالا هستیم، اون بالای بالا که اینجا جای کباب دوباره جلویی داره. کسایی که باربیکیو ندارن ولی کسایی هم که دارن میتونن خودشون وایسن. و اینا دارن نماز میخونن اینجا. همچنین بالا تقریبا داریم بالای آبشار. یه ساعت تقریبا رد شد و یه سریاشون آماده شده اینجا، یه سریاشون مونده هنوز. قارچامون هم داریم رست میکنیم. اینا هم که میبینید همش گوشته. این برای من گیاه‌خوار رو خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید جای شما خالی. بفرمایید. بالاخره آماده شد دیگه. ببینیم ناهاریه رو بخوریم و بریم سمت خونه دیگه. تمام شد روز. دو تا آب از چشمه هست یا چیز دیگه است؟ من که آب از چشمه خوردم. بالا سر چشمه کسی نبود؟ حیوان چارپای تو آب نبود؟ والا گرد مرد که هست. بذار اشکال نداره. آقا شما موافقید من آب چشمه بگیرم آب جوش درست کنم؟ هیچ مشکل دشواری نداری شما؟ نه هیچ دشواری آقا من فردا سر کار میرم. نه که خنگ نیستی؟
یه یک سال بخواب قشنگ راحت. نده با فرق کفش. اسمال خواهید شد. نه دیگه از این کس نخوره. میوه نداره من اما اینجا تیغه نمیاد. تو فقط نگاه بچه کوچولو نشسته. اونجا پایینم بودم اومد. خب دوستای عزیز اینجا نهارمون خوردیم جای همتون خالی. بعد الان بعد نهار میخوایم یه بازی کنیم. چه بازی؟ شخصایی که اینجا هستیم هممون رفیقیم، اسم همدیگر نوشتیم اینجا توی کاغذ. قراره هر کسی بیاد یه دونه ورد داره، بعد اسم هر کسی که بود بره اینجا پانتومی بدونی که حرف بزنه، اداشو در بیارم و اینجا حدس بزنیم که او شخص کی هسته. مطلب گرفته دیگه. اینجوری باعث میشه ببینیم که چقدر همدیگه رو میشناسیم. خب کی اول من بردارم؟ مطمئنی؟ خب نه الان نه بذار الان من برداشتم. بذار اینجا اسممو نشون میدم. نمیشه عوض کنم. خب دوستای عزیز همه اسما رو گرفته. حالا سر از اینکه کی اول بره پالون پولون پلیچ میاریم، یا اینجوری یا اینجوری، هر کی تک آورد. شماره اونجوری پالون پلیچ. چجوری؟ نفر یکی شماره بگیم جمع میکنیم بعد میشماریم هر شماره رو هر کی افتاد خوبه. من میگم 7. رضا بچن میگه خانم. من میگم 7. نه من برو. خب برو. بشین بچه هست بزنیم آخه معلومات خیلی عیب‌ها. رضا خاوریه. من فقط یه دونه حرکت رو میرن یا خودتون زرنگ باشین بفهمید. اوکی لعنت. خیلی راحت بود. یکی هستم عینک میاد پایین همیشه اینجوری میکنم. این هم دقت کرده به حرکت. بشین تو بشین. کفشای خیسم. نگاه نکنی دیگه آشغال. منم. چرا؟ او چی بود؟ آها استوری داشت میگیره. خب برو خانم وایستادی تو برو. کیه؟ کجا رفت آبجی؟ برو نگاه نکن. خانم آقا رضا. خود آقا رضا. غلام رضا. این چی بود؟ یه چیز سخت‌ترش رو میگفتی. نفهمیدیم مرحله دوم نشه. خانم من. خب خانم عزیز فهمیدم. خانم نه. شربانو. تو باید یه دونه میگفتی ما نفهمیم چند بار گفتیم. با یکی نه خود تو زود گفتی سری گفتی خانم من نذاشتی من قشنگ یکم اجرا کنم. گفتی برو بگم من مقصد میگم اینجوری خانومم بعد خانوم ما اینقدر قدش او اینقدر نه میدونی یه اینجوری گفتک من فکر کردم داره دو تا دخترش میگه یک اینجوری من سری فهمیدم که شرمانه. خب بیا اسما. خب آقای خاوری نه تو نیست معنای
دوستای عزیز بازی رفتیم تمام شد، خیلی خنده‌دار بود گوشیم، ولی متاسفانه شارژ نداره داره خاموش میشه. پاور بانک هم ندارم دیگه، گوشیم داره خاموش میشه. همینجا همگی خداحافظی میکنیم چون ممکنه دیگه تا دیدار بعد دیگه نبینیم دیگه. از این ویدیو عزیز نگاه کن چه آبشار خوشگلی. الان اون موقع هم گرفتم، نمیدونم مثل الان معلوم بود یا نه دیگه. تا گوشیم خاموش نشده گفتم یه تیکه از آبشار دوباره براتون بگیرم که یه جای خیلی خفن، خوراک عکاسی، بچهای عکاس همه اینجا دنبال لوکیشن. خب اینجا یه جای خیلی خفنیه، میتونید بشینید اینجا کباب کنید. اگه صبح زود بیا اینجا براتون بمونه. ما اون بالا بودیم، اون بالا از همه بهتره چون هم خلوت‌تر بود نسبت به اینجا، هم که بغل آب و خیلی باحال بود دیگه. خوش گذشت لیزا. بچه ما همه لباساشون خیس شد، مجبور لباسای همیشه